مردم رنج دارند، چیزایی آجی میپرسن، چیزایی از من تقاضا میکنن. اصلا هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی برای مردم هموطن خودم اشک بریزم. من که تو ایران رو شونه مردم بالا میرفتم برای راحت زندگی کردن، دایرکت های میگیرم. یعنی اولین چیز ساده زندگی رو ازش محرومن، از من میخوان. میگه کمکمون کن هایسان. کم آوردم خودم آجی، روحی کم آوردم، دلم میسوزه برای مردم. من نمیفهمم چجوری شما یه سریا باز میگین درسته، همه چی درسته. بابا جان، هموطنهای شما رو دارن. دختر بازی نمی کنم، مسافرت نمیرم، میگم آجی تنها کاری که میتونم بکنم جوون وطن من هرس نخوره، بذار با من آیسان اسلامی آرامش داشته باشه. نمیتونم آجی، وطن پرست شدم، مردم پرست شدم آجی. دایرکت های منو اون دکتر روانشناس یه روز بگیره روانی میشه از درد رنج مردم آجی. منم آجی برای حال خودم گریه نمی کنم، ولی برای حال هموطن خودم، هموطن چی، هم نوع خودم آجی. روحیم خراب نمیشه، قوی تر میشم، ولی درد رنج مردم رو میبینم. دوست دارم یه جوری بشه آجی مملکت منابع داره، من پسش بر نمیام. به روح مادرم به عشق جمال شما تو سوشال میدیا، وگرنه این هر روزش داره 10 روز جان منو میگیره، ولی ول نمیکنم. دلم میخواد اون دعاش من که تو تبس نشسته اون ور دور و بر گوشه های ایران نشسته داره من نگاه میکنه. یعنی میخوام بهت بگم خدا وکیلی اگه میخوای بری بیرون یه پیتزا بخوری، نمیخوای اون شب بری میگه خونه بمونم با مادرت، میخوای یه نون گرم بکنیم بخوریم، قلب من با شماست، به جان پدرم قلبم با شماست، به جوانیم قسم قلبم با شماست.